سلام. احتمالاً خیلی از ما وقتی توی مدرسه با درس جغرافی مواجه می‌شدیم از خودمون می‌پرسیدیم که اصلا چه نیازی است آدم مثلا اسم رشته کوه‌ها رو بدونه یا اسم رودخونه‌ها، تعریف جلگه و دشت و این چیزا. واقعاً برای خیلی‌ها این درس بی‌معنی و زائدی احتمالاً بوده. اما یه کتاب خیلی خوبی هست به اسم کتاب قدرت جغرافیا. این کتاب قسمت دوم از سگانه آقای تیم مارشال هست. قسمت اول زندانیان جغرافیا و قسمت سوم که میشه آینده جغرافیا. ایشون توی این کتاب 9 کشور و به اضافه فضا رو جغرافیاشون رو بررسی کرده. کشورهای مثل ایران، انگلستان، استرالیا، عربستان، ترکیه، اتیوپی، یونان و صحرای آفریقا. ما اینا رو بررسی کردیم. میگه کشورها در واقع سیاست‌گذاریشون بر مبنای جغرافیا واقعاً دید آدم رو نسبت به جغرافیا تغییر میده و نشون میده چقدر جغرافیا میتونه رو سرنوشت کشور اثر بذاره. یه هایلایتی هم من تو صفحه‌ام دارم که بعضی از در واقع فصل‌های این کتابو خلاصه کردم که اونم استقبال خوبی ازش شده بود. کتاب قدرت جغرافیا رو فراموش نکنید. خیلی متشکرم.